سلام كمسك الختام. آیا می دانید کی را پیامبر صلی الله علیه و سلم شفاعت می کنند؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که فرمود: عرض کردم ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، کیست آن که بیشتر از بقیه مردم به شفاعت شما خوشبخت گردد؟ فرمودند کسی که از تحت دل با اخلاص لا اله الا الله گوید. صحیح بخاری. معنای لا اله الا الله این است که نیست معبود بجز الله. به زبان گفتن این کلمه و فهمیدن معنای آن، معنای لا اله الا الله چیست، و عمل کردن به آنچه که الله فرموده است و دوری جستن از آنچه که الله منع کرده است. اگر شخص مسلمان این کلمه را گوید، یعنی لا اله الا الله گوید و همه امرهای خداوند را به جای آورد، از همه منع کرده ها دوری جوید، پس گفتن این کلمه به او نفع و فایده می آورد. و کسی فقط بر زبان گوید لا اله الا الله و معنی لا اله الا الله نفهمد و به امرهای خداوند عملی نکند و از منع کرده های خداوند دوری نجوید، گفتن این کلمه تنها با زبان هیچ نفعی به انسان نمی آورد. پس دوستان، عالمان می گویند که فقط گفتن این معنا ندارد، باید ما معنای این را فهمیم. چی معنا دارد لا اله الا الله؟ نیست معبود بجز الله، یعنی هیچ کس بجز الله پرستیده نمی شود، معبود نیست. معبود فقط الله است و امرهای خداوند را به جای آورد و از حرام کرده هاش دوری جوید. پس دوستان عزیز، اخلاص در همه عملها خیلی مهم است. اخلاص امری با اهمیت است که ترک آن خطر بزرگ است، زیرا الله متعال عمل صالح را قبول نمی کند مگر اینکه از روی اخلاص و برای رضایت الله سبحانه و تعالی انجام داده باشد. پس ای بندگان الله و دوستداران ایمان و اخلاص، بکوشید که در عمل اخلاص پیشه کنید که مخلصان در سایه رحمت و حفاظت پروردگار خواهند بود و از نیرنگ شیطان و حسرت و زیان نجات خواهند یافت و این چنین به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم نائل می گردند. پس دعا کنیم که ما و شما از جمله این شخصان باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.